دیگر کسی نمانده در آشیان مادر. دیگر کسی نمانده در آشیان مادر. یک یک همه برفتند از آستان مادر. شه بچه ها مسافر پابند شهر غربت. شه بچه ها مسافر پابند شهر غربت. شه دختران شهری دور از جهان مادر. در بام ناعلاجی از قصد انتظاری. در بام ناعلاجی از قصد انتظاری. نور نمان باقی در دیدگان مادر. هرچند خاک گشته است آوان نورسیم، اما همیشه باقی است در یادمان مادر. سوسنجک بسازید ای اختراعکاران. سوسنجک بسازید ای اختراعکاران. تا آگهی بیابم از سوز جان مادر. تا آگهی بیابم از سوز جان مادر. 100 بار دو گرفتم از فن آچبانی. نگذشتم آخر وای از امتحان مادر. 100 بار دو گرفتم از فن آچبانی. نگذشتم آخر وای از امتحان مادر. سرجم شد پریشان در کوچه های هجران. خالی سراست امروز جمعیستان مادر. خالی سراست امروز جمعیستان مادر. دیگر کسی نمانده در آشیان مادر. یک یک همه برفتند از آستان مادر. آدمی را گر خدا آرد نخست، آدمیت را کند مادر درست. مادری فرخنده شاگردی خداست، استادی درگاه کبریاست. سلام همراهان عزیز، اینک مرکز خیرات تصمیم گرفته است که آزمونی را تحت عنوان اندر ثنای مادر بخشیده به روز گرامی داشت مادران عزیز برپا نماید. این آزمون در دو بخش عبارت است، بخش نظم و بخش نثر. شما در بخش نظم می توانید آن همه پارچه های شعری، رباعی، قصیده، غزل و عموما پارچه های نظمی و در بخش نثر باشد قصه، حکایه و اندیشه‌ای که بخشیده به مادران هستند. می توانید در نزد دوربین تلفن های خود ثبت نموده به نشان خیراتباد در تلگرام بفرستید. در این آزمون اعضای حکمان اشتراک می کنند و طرز شعرخوانی، مضمون و کامنت و لایک ها به اینابت گرفته می شوند. نفرانی که در این آزمون سزاوار جای اول می گردند سزاواری 500 سومون، جای دوم باشد 300 سومون و جای سوم سزاواری 200 سومونی می گردند. در مجموع 2 تا جای اول، 2 جای دوم و 2 تا جای سوم. به همین شما برار می خواهیم شتابید و در این آزمون اشتراک کنید.